درس امروز در رابطه با یکی از بعدهای همین آزادی است در مسیح. من یادم یه بار دوستی به من زنگ زد، گفتش که ناصر یه خبر خوش بهت بدم. گفتم آی چی شده؟ گفت گوش کن. بعد تعریف کرد که لوتوش بود چی بود برده بود. این ماشین برده بود. گفتم چه جالب. خب این که خبر خوش برای توئه، چی برای منه؟ اون یه خبر خوشه دیگه. گفتم که برای تو خوب بود. من فکر کردم چیزی هم برای منه. حالا چیزی که بخوام تقسیم کنم در رابطه خبر خوشه که در واقع خداوند برای همه انسان ها داده، نه فقط برای یه نفر، در واقع برای جهانیان. ببینید ما یه عهد عتیق داریم از زمانی که خداوند اومد این طرحش رو ریخت و انبیاء مختلف اومدن که آخریش ملاکی بود که شروع شد با ابراهیم، با نوح و بعد اومد موسی و 400 سال خاموشی بود تا عیسی مسیح اومد که عهد جدید. یک نبی هست تو عهد عتیق که خیلی حقایق رو پیشگویی کرده در رابطه با عهد جدید. مثلا 29 جا گفته که عیسی کیه و چرا میاد و چرا مصلوب میشه و چه ارمغانی میاره و چه رنجهایی میکشه و همه فکر میکردن اون گناهکاره، اون مصلوب شد برای شفای تو، برای زخمهای تو اون مرد، برای آزادی جهان اومد. موضوع امروز در مورد این که طبق کلام خداوند، من میخوام این شروع کنم در چه اساسی اینو بگم. ما در اسارت بودیم و امروز از این خاک اسارت آزاد شدیم و این در اصل من میتونم بگم که هویت ماست. حالا چه اتفاقی افتاد؟ اول من میخوام یه قسمت رو بخونم در عهد عتیق و در عهد جدید. در عهد عتیق اشعیا میاد میگه که این شخصی که میخواد برای شما مصلوب بشه برای جهان، این چه میکنه؟ دقیقاً وقتی مسیح میاد همونو میخونه بعد از 750 سال، ولی یه جمله رو نمیخونه. وقتی اشعیا این جمله رو میخونه، قسمت رو میخونه در مورد مسیح، میگه یه جایی هست که میگه روز غضب او برای دشمنانش فرا رسیده است، ولی اینجا دیگه مسیح نمیخونه. حالا براتون بخونم. وقتی مسیح میاد برمیگرده همون چیزی که 750 سال پیش پیشگویی کرده بود اشعیا، حالا میاد میخونه. مسیح در ناصره هست. مسیح میره کنیسه، توما رو باز میکنه و میفرماید روح خداوند بر من است، او مرا مسح کرده تا به بینوایان مژده دهم، مرا فرستاده تا آزادی اسیران و بینایی کوران و رهایی ستمدیدگان را اعلام کنم و سال رحمت خداوند را اعلام نمایم. سال فیض. توما را پیچید و به سرپرست کنیسه داد و نشست. او شروع به صحبت کرد و به ایشان گفت اکنون هنگامی که گوش میدادید این نوشته به حقیقت پیوست. یعنی خودشون مسیح گفت. صحبت که مسیح میکنه میگه در واقع تو عهد عتیق همینو پیشگویی کرد، ولی اینجا زمان غضب بود، ولی مسیح اونجا نگفت. گفت از اینجا زمان رحمت رسید، زمان فیض. فیض یعنی این که من لیاقت محبت‌هایی نیستم، داشته‌هایی نیستم، برکاتی نیستم، ولی خدا بر اساس محبتش بدون شرط، حتی لیاقتش هم من ندارم، به من میده، به ما میده. این اسمش فیضه. یعنی اون مرسی که ما میگیم، مرسی همون فیضه. یعنی تو لایق نیستی ولی من انقدر تو رو دوست دارم بهت میدم. این در این زمان هستیم. حالا چه اتفاقی افتاد که وقتی مسیح میاد از اون شریعت موسی، چون میگه که خدا در عهد عتیق با شریعت اومد بکن نکن 613 تا قانون، اون 10 فرمان 10 تا چکیدشه، در از 613 تا قانون آورد توی عهد عتیق. ولی گفت این استاندارد منه ولی شما نمیتونید عمل کنید، باید من دست راست رو و دست چپ رو شما بفرستم، یعنی عیسی مسیح و روح پاک. حالا اگه برگردیم کوتاه، بخوام برگردیم به عقب که چرا انقدر خوشبخت هستیم، چرا یه هویت خوبو داریم و چه اتفاقی افتاد، میخوام یه توضیح کوتاهی بدم که ببینید بعضی فکر میکنن به
تناسخ، یعنی ما مثلا زمانی میمون بودیم یا زمانی خرگوش بودیم، زمانی فلان حیوان بودیم یا فلان شی بودیم، یواش یواش تبدیل میشیم به شکل‌های مختلف در بیام، چند بار میمیریم. خب از ابتدا بود تا به بودیسم رسید، در دوره افلاطون و الان امروز مد شده. ولی خدا چی میگه؟ خدا میگه از اولین کتاب که باز میکنیم من پیدایش، اونجا نقشه‌شو میگه طرح من، یا به قول معماران میگن دیزاین تو رو، اون اولیه اصلی تو اینه که من تو رو به شبه خودم خلق کردم. واقعا خدا میگه من تو رو به شباهت خودم خلق کردم. وقتی به شباهت منظور از بدن نیست، چون خدا که در آسمان نوره. میگه تو اون انسانیت درون تو، روح تو آفرین، روح تو شبیه من خلق شده. ببینید من چیز جالبی بود میخوندم توی تا هم دفعه قبل کریستا گفتم، من اینو نمیدونستم، تو این چیز مصنوعی هست، این چپ هست که جایی اومده همین چیزی میتونه پیدا کنیم، میتوکندری دی ان آی ما، یعنی اطلاعات ژنتیکی همه انسان ها گرفته شده از یک زن و کروموزوم ای که مال مرد هاست نشون میده همه از همون مرده. این چیز جدیدیه، خیلی هم عمیقه. منظوری که کتاب مقدس هم همینو میگه شما اولین پدر و مادر شما یا اجداد شما، اجداد انسان آدم و حوا بودن و روح خدا به آدم متصل بود. اون زمان وقتی در پیش نزد خدا بودیم، ولی باغ عدن بگیم مهم نیست جاش کجاست، ولی روح خدا وقتی متصل بود، یعنی ما وقتی انسان روح خدا رو داشت، به طبق کلام خدا میگه سه وضعیت بودن. یکی که انسان و آدم و حوا یک رابطه محرم صمیمی نزدیک با خدا داشتن، یعنی خدا باشون صحبت میکرد. این تبادل نظر دو جانبه بود. و دومیش اینه که خدا به انسان وظیفه سرپرستی از حیوانات رو داد، از پرندگان رو داد، از ماهیان رو داد و بازم نشون میده که چقدر انسان براش مهم بود. و سومیش این بود که انسان در حضور خدا امنیت داشت. این امنیت وجود داشت و خدا تمام نیازهای آدم و حوا رو برطرف کرده بود. حالا متاسفانه حالا برمیگرده رو اسارت که در اسارت قرار گرفتیم. انسان به خاطر بی‌اطاعتیش سقوط کرد. و مسئله سقوط رو نمیخوام باز کنم چون قبلا تو آلفا دیدیم. نتیجهش چی شد؟ یه مرگ روحانی. حالا اگه دنیا بفهمه، اون طبق کلام خدا میگه انسان ها مردن، چه خوشمون بیاد چه مردن، میگه زندن به لحاظ بدنی ولی روحن مردن. این کلام خدا میگه چون چه اتفاق افتاد؟ میگه اون محرمیت، اون سه تا چیزی گفتم، اون پذیرش، اون امنیت بین خدا و انسان از بین رفت. یعنی خدای قدوس دیگه رابطه‌ای با انسان گناهکار نداشت، یعنی دیوار بود. حالا برمیگردیم که چرا باید مسیح میومد؟ برای چی مسیح باید به این جهان میومد؟ دقیقاً این بود. می‌خواست دیگه اون رابطه‌ای که خراب شد، رابطه انسان با خدا، به خاطر اون دیوار اومد این رابطه رو احیا کنه، از نو زنده کنه. و اینجا بود که خدا در کلامش میگه پسر انسان برای آشتی با خدای پدر روی صلیب مصلوب شد. دنیا رو با خودش آشتی داد. یعنی تو میگم کار آدم چی بود؟ کار آدم اومد همه چی خراب کرد، ولی کار مسیح چی بود؟ اومد حیات رو ما برگرد. این اتفاق خیلی زیبایی بود، یعنی ما رو از اسارت آزاد کرد. وقتی میگم آزادی در مسیح در این زمینه است، با یه شاعری داریم میگه مرده بودم زنده شدم، یه بودم، در واقع اونا جرئت نمی‌کردن میگم مسیحیم، حافظ جرئت نمی‌کرد، ولی اون چقدر شعر هست در رابطه با روح خداوند، روح مسیحا. از این رو افتخار ما اینه که الان طبق کلام خدا خیلی به ما صفات داده، خیلی. من چند تا چیز نوشتم، میگه تو برای اساس کار مسیح و اینکه تو ایمان میاری به این کار، تو یک خلقت تازه میشی، یک موجود جدید میشی، یعنی روح خدا دوباره بر ما متصل میشه و اونجاست که ما فرزند خدا میشیم، اونجاست که عادل شناخته میشیم، نه که عادل باشیم، یعنی عادل ما رو میشمونه خدا هم. میگه بس شما عضوی از بدن من میشین و وارث میراث من.
یعنی هرچی من دارم مثل پدر داره یا مادر داره اون بچه‌ش میشه، میگه تو محض شده من هستی و برمیگردی به همون چیزی که از دست داده بود وقتی از آسمان سقوط کرد. میگه در حفاظت من هستی، در امنیت من هستی و شاهد من هستی. و از همه مهمتر میگه روح من بر تو هست. تو از نو متولد شد، یه خلقت جدید شد، یه خلقت تازه. در یه مورد کوتاه برگردم روی اون مسئله که شروع کرده بودم که گفت اون قسمت رو نخوند عیسی، فقط گفت زمان فیضه، یعنی من اومدم تا به جهان فیض ببخشم. در عهد عتیق یه جا هست که خداوند می‌فرماید آنچه را که خوب و کامل است اراده من است. من از فکر و اراده خودم برای تو آگاه هستم. خواست من سعادتمندی توست. من میخواهم امید و آینده خوبی به تو ببخشم. این نشون میده که در اصل این خدای که درست در آسمانه ولی همزمان بین ماست، درون ماست، در مساکنه، این خدا واقعا نقشه‌های خوبی برای تک تک ما. و از این جهت میگم واقعا خوشبختیم و واقعا آزادیم، چون به این دوستان امروز میگفتم انسان امکان نداره خدا رو بشناسه، امکان نداره. عدید الهیات، نه که بخوام تو از من باشه، من 13 سال الهیات خوندم، ولی امکان نداره تو از طریق هیچ دینی خدا رو بشناسی، چون خدا یک ذاتیه اصلا قابل فهم نیست. میتونی تصورات داشته باشی، مثلا بودایی یا هندوها، هر دینی تو تصور. خدا میگه اگر من خودم رو برای تو آشکار نکنم تو هیچ وقت نمیتونی تصویر از من داشته باشی. مثلا من صحبت با همسرم هستم، قشنگ میتونم بگم کیه، باهاش زندگی کردم، ولی مثلا من گفتم همسر تو آسمانه، تو ایران مثلا هست، هیچ وقت نمیشه، من شناخت نداشتم. حالا هر چی بیان دیگران بگن، من نمیدونم کیه که باش رابطه ندارم، باش غذا نخوردم، بیرون نرفتم، قدر وقتی نداشتم. از این رو خود من در واقع میگه واسه میگه من عالی ترین نمونه هستم که با پدر بودم، شکوه و جلال رو ترک کردم و بین شما من اوایل که ایمان نداشتم و خیلی جلوی معصیت میستادم، میگفتم این مرد عیسی مسیح یا بیمار روانیه از بدترین نوعش هم هست، دروغگوی بزرگیه، واقعا خودشون تحقیق میکنن، یا یه دروغگوی خیلی بزرگیه، چون هیچ کسی ادعا رو نکرد. 50 تا ادعا داره که یعنی من خدا یکی هستیم، آخرینش هست من بوده، من بودم که انسان شدم، من چهره دیدنی خدا نادیدم، در واقع میگه من کپی خدا، من اون یک ذاتیم، هر کی منو دیده پدر دیده. خیلی این حرفای بزرگه، این شخص بیماره و واقعا ببندنش، یا شارلاتان کلاهبردار دنبال یه سری نیازهاست، یا واقعا خودشه. من از این طریق شروع کردم در واقع همه رو منفی که خم شدم ایمان رو بودم، چون الان فهمیدم به حقیقت حد اکثر اون فشار ترامپ رو میام، حد اکثر فشار بوده، حد اکثر استفاده از زندگی رو میبریم، چون که تنها نیستیم. واقعا میبینیم که ایمانمون، صحبتامون، دعامون بیهوده نیست و واقعا تیرایی هست که تک به تک به هدف میخوره. و اینو نوشتم که در آخر خیلی مهمه که شما این پیله رو ببینید، پیله که یواش یواش میشه ابریشم. پیله برای جالب، تصویر جالبیه. پیله من تو بچه بودیم مدرسه میگرفتیم، ماش وقت میذاشتیم که میشه ابریشم. من دیگه همیشه برگو میآوردیم و میذاشتیم و برگ میخورد. بعد یواش یواش وقتی پروانه شد، چه پروسه زیبایی از اون وضعیت هیچ به کجا چقدر زیبا شد. پیله هم زشت بود حقیقتش، کلمه قشنگ نمید، برای اون میدونستیم به کجا میرسه تا به اون جای خوش میره. در اصل خداوند میگه شما تک تکتون زمان اون پیله ها بودین و یواش یواش الان به پروانه تبدیل شدین، پس دیگه همرنگ جماعت نشید. خدا نیست که همرنگ جماعت نشید، یعنی ما خونده شدیم
که هر جا هستیم نور و نمک باشیم. نوری که از خورشید میگیریم این نور رو پخش کنیم، این محبت رو به دیگران بدیم. برکت گرفتیم موجب برکت باشیم و موجب جلال خداوند باشیم، که خدا میگه شاگردای من با رفتارشون همه میبینن که شاگردای من با رفتارشون. از این رو خیلی خوبه که هر چیزی که در این استراحت جلوی دست پای ما رو میگیره، بار اراده خدا رو که هر نوع عادت، اصلا رویه نامناسب که موجب افت میشه، لغزش میشه، دوباره حبس میشه، زندانی میشه، آزاد بشیم و موجب تشویق قلب بشیم. یه حرف قشنگ میزدی رضا جان، گفتی به جای شکوه و شکایت، گفتی چی؟ گفتی پر از حق شناسی باشیم. خیلی قشنگه. به جای شکوه و شکایت پر از شادی باشیم. چون هر چی بخوریم گفتی چی میشه؟ هر چی همونجا میبریم. دقیقاً. به خودت چه تغذیه‌ای میکنی؟ اینجا جای آشغاله دورت جون یا غذای خوبه؟ غذای خدا هم میخوایم بخوریم، آرامش داشته باشیم. در آخر اگر روز بچه‌های شما بیان پیش شما بگم ماما بابا مثلا من فلان لباسو میخوام، یا کمکم میخوام خونه بخرم، کمکم میخوام یه ماشین بخرم، شما قطعا دلتون میسوزه، سعی میکنید که نهایت کارتون رو بکنید که بتونید ملاقاتش کنید، کمک بچه‌تون کنید. و این درسته، همه در واقع کار میکنیم، کردیم، هم بازم میخوایم کرد. حتی تو فشار هم باشیم سعی میکنیم برای بچه‌هامون چیزای خوب مهیا کنیم. جالبه مسیح در متی میگه پس پدر آسمانی شما که به مراتب بیش از پدر زمینی شما رو دوست داره، خواهان بهترین ها برای شماست. و میگه اگه شما از پدرتون و مادرتون تخم رو بخوان بهتون که سنگ نمیدید، مار نمیدید که. براتون چقدر پدر آسمانی شما رو بیشتر از این جهت خدا رو شکر برای این آزادی که درش هستیم. واقعا باید یادآوری بشه که از خاک استراحت آزاد شدیم، چه جایگاه خوبی داریم. خیلی مهمه. یعنی من الان میتونم بگم نه اینکه غرور برام گرفته باشه، من میتونم بگم من متعلق به آسمانم، بر اساس کار مسیحه، وعده‌های مسیحه. من میتونم خیلی با قدرت بگم من در جایگاه مسیح هستم، در جایگاه مسیح هستم. کلام خودشه. من یه بار داداشم گفتم اینجا اومده داداشی بزرگم بشه رفتیم در دریا، گفتم بابا ببین پدر چی خلق کرده، خیلی زیبا بود. گفتم دیدی پدر یعنی پدر من نیست؟ گفتم نه. بعد ما این خونه گفتم تو واقعا باور میکنی مثلا مسیح مصلوب شد، زنده شد، رفت به آسمان، الان مثلا با تو رابطه داره؟ گفتم مشکل چیه؟ گفت ببین 3 تا موضوع از خیلی برام مهمه، بهتم نمیگم. خب گفت اگه واقعا با تو رابطه گرم و صمیمی داره مگه نمیگی باش هر روز در رابطه هستی؟ گفتم خب بگو 3 تا انجام بشه. گفتم مثلا خیلی دنبال پول و اینا، کادیلاک میخوای مثلا؟ گفت نه، گفت این چیزا نیست. گفتم اوکی، اگه چیزی خوب باشه من دعا میکنم نمیدونم انجام بشه ولی ارادهش انجام میشه. رفت خونه، رفت ایران، خانمش دختر خالم زنگ زد، خانم ناسه داداشت اینجا پیش من نشسته، من داره اشکام در میاد. وقتی اومد تازه من گفته 3 تا موضوع بود که خواست تو براش دعا کنی. هفته اولی که اومد اولی شد، دومی هم 3-4 روز بعدش شد، اصلا غیر ممکنه. سومیش هم شد. الان برام گفته این 3 تا رو دادم به ناسه. گفتم خدا رو شکر، از من تشکر نکن، از مسیح تشکر کن، اون دست داده به تو که بیارم تو. گفتم ناسه کوشیدی، واقعا انجام شد. گفتم خب ارادهش بودیم، می‌خواست تو ملاقات کنه. از این رو واقعا یه همچین خدا داریم. ببخشید زیاد حرف زدم. فقط میگم که ما به حقیقت خوشبختیم. برادر اینجا که گفتین آنچه خوب و کامل است و راست و درست است در ارمیاست 29 11 29 یا ارمیا؟ آره ارمیا. اوکی. Beklager altså. Nå skal Masud Jeg sier amen til alle sammen. Ja, amen. Masud skal oversette det på meg.
عزیزان در این زمینه سوالی مواردی هست که بخوایم تبادل نظر کنیم؟ من یه سوال دارم از جلسه قبل که اینجا بودیم، خیلی باش دارم فکر میکنم. راجع به شیطان گفتید. خب که اگر که بیاد ما بعد اون ردش کنیم، قبولش نکنیم، نذاریم در درونمون نفوذ کنه. ما که ایمان، یعنی تا اندازه که خودم میشناسم ایمان دارم، سعی میکنم که کارهای بد نکنم دیگه، یعنی خود به خود شیطان رو کنار میزنم. ولی از این که بازی کلمه که خیلی من باز روش فکر میکنم، اینی که شما گفتی که مثلا توی اصول رفته بودی اینا ریختن کنار من، میخواستن چی کنن، یا در خونتون طبقه بالا حس میکردید که این ارواح هستن، روحای خبیث. من خودم پایین خونمون یه دونه شلر داریم، از کجا تا کجا 3 تا لیلیه تو اینا شلر یه سر است. اکثرا شب نصف شب یادم میاد که برم گوشت برای فردا بیارم، مرغ برای فردا بیارم. این شلر هم خب خیلی ترسناکه دیگه. از قدیم و ندیم من میرفتم، همیشه از قدیم که ما اعتقاد داشتیم به اسلام میگفتم بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. از اون روزی که شما گفتی من میرم اونجا اصلا خود به خود احساس کنم بعد بگم عیسی مسیح با خودم، ولی نمیدونم واقعا این روحا چه هستن نیستن، من هیچ وقت ندیدم، این سنگینیش رو حس نکردم، نه حسش نکردم. یکی از الهیات شناسان میگه اصلا ما چی فکر نمی‌کنیم به نیروها، ما همش به آرامش و حضور خدا و قوت خدا اصلا نیرو جای نداریم، چون اونا میخوان توجه ما رو بگیرن، اصلا توجهشون نمی‌کنن، سطح آشغال جاشون هیچ اهمیت بهشون جای نداره، اصلا هیچ مسیحی اونا فکر نمی‌کنه که بگیم ما پشت هر درخت الان یه نیرویی هست، اصلا در واقع جان نداره، چون روح خدا در واقع جای نداره. ولی وقتی جایی میریم میبینید یه همچین نیرویی هست، شما قدرت داری در نام مسیح همونجا بگی ساکت باش، یعنی اجازه ندید از تکون بخورن، وقتی ساکت باش اونا ساکت میشن، دقیقاً دهنشون بسته میشه. یا اگه بگید در نام عیسی مسیح دور شو، دهن تو ببند، چون بعضی وقتا روح‌ها سعی میکنن اذیت کنن، آزار، چون تو خونه‌هایی که افراد روح‌ها رو دعوت میکنن، تو خونه هست میمونن دعوت میکنن، یعنی با اون روح‌ها بازی میکنن، دعوت کنی حد در پنجره وارد میشن، ولی باش باهاش کاری نداره. پس اون درسته. اون درسته سر. پس یه سوال